خانه‌ام رو فروختم. قرض بچه خاله‌ات رو دادم. آقای کامیل. سلام علیکم. و علیکم السلام. چیکار داریم؟ این روی خطی دارو نیست کو؟ چی؟ اولتراسادو؟ برادران عزیز، یک خبری بنیاد خوب است. آخر گوش اندازید. 120 گکتار زمین خوجگی دهقانی واقع در ناحیه مومن آباد دهه توتو به فروش گذاشته شده است. در داخل این خوجگی دهقانی حوض ماهی پروری، فرمه بنیاد گردیده، خانه برای استقامت کردن، آب، برق به پررگی وجود دارد. شما از گرفتنتان پشیمان نمیشوید. رقم هایی که در زیر گذاشتم حتما زنگ زنید، از نرخش با خبر شوید. خوجگی دهقانی مذکور از راه کلان همگی 3 کیلومتر 100 متر دور می باشد. در اینجا امکانیت های زیاد باغ پروری، پیسته، بادام، همه نمود زراعت ها را کار کردن ممکن است. پس به خبر نمانید، زود حرکت کنید، شانس را از دست ندهید. تماشابین عزیز، اگر مهنت ما را قدر سازی خواهش می سازم در کانال پادپیسه لایک و کامنتر را فراموش نساز. فیلم بفرزند یکی از حادثه های حقیقی گرفته شده است. از این خاطر مشکلات بفرزندی را نفرهای درک می سازند که در زندگی با چنین مسئله روبرو هستند. خداوند هیچ کس را به چنین روز نآورد. بیایید در حق همه بفرزندها دعا سازیم تا که خداوند هر یکی ما را صاحب فرزند گرداند. منظورا؟ او منظورا؟ لاتا مردک اومده. چیکار کرده ای سودی؟ بیایید میارو جو بچه دارم. چیکار کرده شما؟ خانه‌ام رو فروختم. قرض بچه خاله‌ات رو دادم. جمع کن چیزهای خانه رو. تو خانه خریده برده یگان جا میمانیم 1-2 روزه. مالش خوب. من حاضر همش رو جمع میکنم. بعد از اون از پسی کارمون میشویم. طبابتت رو باز فراموش نکنی تا آخر گیری. مالش خوب. مال. حاضر میایم مرد. مال خوب. لبا کجور او دیدم خونه معقول است، یکم مشکلی ندارد. اکوی مبلغی که ما داریم همه چیز می شود اکر. گم نیست اکر جون. گم نیست، خداوند نگهبان شما باشه. خوب اکر. 100 بار شکرانت خداوند. یک کلبه میده کم باشد، بالای سرت پوشیده باشد، همینشم خوب است. کاش خداوند به مناسبتی همه خانه نو آمدن آفتاب را برای ما خنداند و فرزنددار شویم. زنان؟ مردک چو کنی نیخی؟ سرسون و سرگردان می تو بی؟ نی سرسون نیستم، جو بجو دارم. خیلی خونه نو همی ای. شکر کردن نرکور، همش نغز می شود. تنجی؟
نمیدونم از دینم بود سرم درد دارد دینم چخیلی شده ایستاده است میدونی چی فراغ مونده شدم از دارو خوردن و از دکتر رفتن و دلم زدم این دارو خوردن هر روز دارو خورد خیر دیگر چی لوجم هست باید یک کار تا آخر بریم شکرانه خداوند که اینه مثلا به جامون نمون یک خانه چای افتیم الحمدلله بیاین خیلی میکنیم یک مسئله یک نزد دکتر میرویم میبینیم که چی میگوید باز گشته میوییم شاید دولینی بلند باشد تو داشتی که کم کم دولینی بیا رویم باز یکون حادثه خطی روبرو نشویم میلش میرویم بیا رفتیم شفای کامیل سلام علیکم و علیکم برسلام چیل داریم؟ رحمت جای نو، طبیعت های نو، خونه های نو تبریک برادر خوش آمدی دودر خوش باشی زنده باشی برادر از کجا دونستی ما اینجایی؟ برادر همه و برادر در کی جایی که باشی در تای خوک هم باشی در روسیه هم باشی در امریکا هم باشی برادر جان برادر حس میکنه برادر میفهمه درک میکنه پیدا میکنه برادر جان لیکن متاسفانه تو ما رو حس نکردی که میدونی که راستی گفت ما خیلی خطا کردم خیلی ما ای کارای کردگیم ای سخنای گفتگیم ای به حرمتی که نسبت شما کردم که سخت پشیمونم که سخت انسان که میدونه که به خطا نیست همه انسان خطا میکنه من هم خطا کردم ای خطای کردگیم که به حد پشیمونم و همین خاطر که امروز خواستم که اکا جان منو ببخشی خطای کرده مرا که مدیل نگیری اکا جان میفهمی وقتی که انسان خطا میکنه که خطای خودش میفهمه و دیم باره خطا نمیکنه دیم باره همون خطا را تکرار نمیکنه من خطای خودم 100% فهمیدم ایس پس اکا ما جواب میگیم که دیگه یگان بار نسبت شما به حرمتی به احترامی نمیکنم اکا نه فهمیدم که در زندگی برای ما برادر کار میاد برادر در همه پستی و بلندی زندگی ما موزر که ما در پستی و بلندی زندگی دبر ایستاده نتونستم امیدوارم که مرا میبخشی خصلت مردی هم همین که یکدیگر رو میبخشد اگر مرد رو بخشیدن نتواند پس از زن چی فرقی دارد رفتیم یک پیلا چوگیر بعد از اون میرویم زنده باشی اکا جان رفتیم از آن آمد اکا جان در این نیمه شب دیگر سرم گفت مجبور شدم که اون رو با بیمارخانه آورم خدا تنجی باشد اومدی؟ تنجی بوده است؟ تنجی دکتر دارو نویست کمی سرم درد کرد فشارت بلند بوده است؟ ها کمی بلند شده است دارو نویست گفت که دارو را خورد ساز میشه دیدی من با تو گفتم که زیغ نشفت فشارت بلند است تو باور نکردی دارو نویش خیلی هیچ گم نی میگیریم دارو رو این روی خطی دارو نیست کو چی؟ اولتراسادو حمله داری؟ دوگونیک فرزند؟ من فرزند بشم زنک جو بله راست من حمله دارم شکر خدا را که ما را به این روزا رساند و سپاس خدا را که شما بر این مرد را
برای من داده است که در همه حالت سخت در بر من بودید. در روزهای سختی و سردی مرا طاقت کردید. شکرت خدایا. من فرزندور میشوم. من فرزندور میشوم زنک جون. من فرزندور میشوم. خیز یا الله. من بر روزهای خوبی تو باور دارم. تو تا حال یگان بنده رو نیمه راه نمانده ای. من را نیز نیمه راه نمانده. من به پاکی تو و بزرگی تو باور دارم. ببین بنده نیشد میزند. هر کس تو رو نمیفهمد. یگانه نفری که تو را درک میسازد و به دردهایت ملهم میگردد این خداوندی بزرگ است. پس ما باید خداوند را فراموش نسازیم. هر مشکلاتی که ما داریم باید در نزد خداوند عرض سازیم.